بعد گفت این سه خصلت که انسان خدا داد، خدا پروردگار ما و شما همین جماعت نصیب کنه. بعد گفت ادخل جنت بسلامی، داخل شه 8 درجه جنت خندا خندا. ها چقدر این نعمت‌های بزرگه. که از چهره رسول خدا یا نور برآمد و رسول خدا نگاش کرد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آبا گفت یکم صفتش همی بود که معده و کلونه میشناسه نمیشناسه میدید سلام میداد. گفت آبا این همون ای. گفت این سه خصلت که داشته باشی سلام دادی، یعنی سلام دادن برادرها، یعنی آدمی که کبر و کینه نداره، که دلش صافه سلام میده. یکی آدمی غروردار، آدمی کینه‌دار، آدمی تکبر، او کیه میگه مخصوص سلام. در جای دیگه میگه این الینا یابهم ثم این علینا حسابهم. ای بندگان من، بازگشت شما به سوی من است، حساب کتاب شما در دست من. خیال میکنید من لجا مهوی دادگیم گوساله میگه دویدن گوساله تا کردن، گوساله را وقتی هوی میکنیم میره و شیر میمکه، میره و علف دیگر را میدرویه، زمین دیگر را میدرویه، نه که بعد آخر در میقفش صاحبش میوره. گفت خیال میکنید من شما را خلق کردم؟ من خیلی خلق کردم، هر کارتون در خبر دارم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. صدق الله العظیم. سوره حشر. ای کسانی که ایمان آوردین، ای اهل ایمان، خطاب بر مومنین، استثناء میکنه یهود و نصارا و مشرکین، فقط مسلمانا را میگه بترسین از خدا، قدم قدم بترسین از خدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بشینین شب در خونتون، بعد خفتن بشینین بگو همین روز برای فردام چی آماده کردم. یک روز در 17 رکعت نماز فرض من همین را ادا کردم با جماعت. خیر احسان زکات فرض اولی ما کردمش، صاحب زکات بدون زکات پرداخت کردم. تنی صحت داشتم، ماه شریف رمضان اومده روزه گرفتم. یتیم و مسکین بیچاره در هر کوچه پرای اویا ما همیو را با لباس پوشاندم، همیو را ما شکم شناسایی کردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد چهره مبارک طرف مردم کرد، میگه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یکی از پاتریارخ پاپای میگه چیزا بود، نصرانی بود، در دور خودش عالم بزرگی در علم و انجیل تورات ماهر بود. میگه وقتی که صفاتهای رسول خدا را در قرآن در کتابش دیده بود، در تورات و انجیل، که بعد حضرت عیسی گفت بعد ما پیغمبر می آخر زمان که نامش احمده، بعد صفاتش گفت که طریق نورانی، جمال داره، حسن داره، فلان داره، اخلاق داره، گفتارش خوبه، چقدر مهربان، خاکساره، همین صفاتها را این میدونیسی عالم. بعد میگه وقتی که رسول خدا اومد، مردم گفتن ای رسول خدا اومده، همه جمع شدن گردش. میگه این عالم هم رفت، در وقت پاپ بده کرد. میگه رفت گفت کما برام ببینم هموه. میگه هم خیلی رفت اومد، نگاه کسینی رسول خدا صلی الله علیه وسلم که از چهره رسول خدا یا نور برآمد و رسول خدا نگاش کرد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آبا گفت یکم صفتش همی بود که معده و کلونه میشناسه نمیشناسه میدید سلام میداد. گفت آبا این همون ای. گفت دیون گفت که یا ابن آدم افش بالسلامی و اطعم الطعامی و صلوا باللیل و ناس نیامی و ادخل الجنت بالسلامی او کما قال. گفت ای فرزندی آدم، ای ابن آدم، افش بالسلامی، سلام بده، کسی را دیدی سلام بگو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میشناسی نمیشناسی معده سلام بده. گفت طعام بده، گرسنه‌ها طعام ته شکمی مردم از سیر که. سیم گفت صلوا باللیل و ناس نیامی، نماز بخوان در شب در لیل که مردم خوابن. 1 ساعت پیش بخیر نماز تهجد بخوان، 2 ساعت پیش بخیر در حال همه خوابن.
این سه خصلت که داشته باشی، سلام دادی، یعنی سلام دادن برادرها، یعنی آدمی که کبر و کینه نداره، که دلش صافه سلام میده. یکی آدمی غروردار، آدمی کینه‌دار، آدمی تکبر، او کیه میگه من سلام میده؟ وقتی که سلام دادی محبت پیدا میشه بین مسلمان. سلام دادی کبر و کینه دور میشه. دویم گفت که طعام بده، گرسنه و یتیم و مسکین بیچاره را طعام بده. تا این خصلت دیمش این را داشتی. سوم گفت که شب بخیر، زنده داری که شب نماز شب بخوان. ها؟ دوستای خدا شب میخواستین راضی نیاز میکردین. بعد گفت این سه خصلت که انسان خدا داد، خدا پروردگار ما و شما همین جماعت نصیب کنه. بعد گفت ادخل الجنت بسلامی، داخل شه 8 درجه جنت خنده خنده. ها؟ چقدر این نعمت‌های بزرگه. و همین خاطر به یاد خدا باشیم و به یاد رسول خدا باشیم، سنت‌های رسول خدا را پایبند باشیم. انسان بشینه هر شب حاسب قبل ان تحاسب، حساب که قبل از آن حساب کرده میشه پیش خداوند. خداوند چی میگه؟ سوره آل عمران آیه قریا بسم الله الرحمن الرحیم ان الله سریع الحساب. خداوند زود حساب میکنه. یک مجا زدن ده 70 ساله عمر تا خیر و صدقه تا قدی گناهات حساب میکنه. اینه که خیر کرده، اینه که گناه کرده، اینه که نماز خونده، اینه که در یک لحظه. ان الله سریع الحساب. این الف نون در گراماتیک عرب به معنای تاکید میآید. اینا بفهمین. خداوند میگه من هم خیلی حسابتون میکنم که اگر 70 سال پیش یک کسی یک سون داده باشی تو فرخوره برشکا پولی کرده باشه امو هست. یک کسی نون داده اما خیلی فراموش کردگی. یک کسی سوال کرده تو حجره، یک کمپیوتر میگه خدا برکت تا، میگه که بچه پول در کار نیست، همین هست. یک کس میگه که فلانی نمره تلفنی بابایشون رفته، فلانی رفته، متیش همین کاری خیرت هست. یک کس میگه مسجد کی جوده، میگه همین تا میره اوی گرم دوره اوی خیلی میره تورات میکنی، همون رفت کرد، همین خیرت در نوشته میشه، همون هسته در اجرش میته. حساب کن بیشی شوا یا بار دیگه زندگی تا ببین حساب کن. ها؟ خداوند تبارک و تعالی خیلی خیلی با رحم و لطفی که ما و شما را تاکید میکنه که شما به یاد ما باشین، ما به یادتونم. هر وقتی که شما ما را یاد کردید ما شما را یاد میکنیم. شما ما را در سختیات که یاد کردید، در خرسندی‌ها یاد کردید، ما شما را در سختی‌ها یاد میکنیم.